جوان یک نهال بالنده است، مرکز اغلب نیکی ها و درخشندگی ها و نورانیت هاست. این صفا و محبتی که در شما جوانان عزیز مشاهده می شود، خاستگاهش همین دل پاک و نورانی جوانی است. من البته به شما عرض کنم عزیزان من، این محبت دو طرفه است. من هم به عنوان پدر پیر شما دلم سرشار از محبت شما جوان هاست. در هر جامعه‌ای مسئله جوانها یک مسئله بسیار مهم است. یکی از گرفتاری‌های بزرگ کشورهای غربی که گاهی میگویند گاهی هم کتمان میکنن مسئله جوانهای اونهاست. شما خیال نکنید مسئله جوان، چه دختر و چه پسر، در جوامع غربی حل شده است. نه، در بین 1000 تا جوان در اونجا شاید نتوان یک نفر را پیدا کرد که این همه صفا و نورانیت، این همه پاکی و طهارت در او بشه سراغ کرد.